این هفته خبر تو خبر داره براتون از سیلی سنگین پیروزی مقاومت که صدای شطرقش رو بناگوش ولی فقیه به همه دنیا رسیده و از سفر مفتضح احمدی نژاد به نیویورک که هر گوشش یه مدل جدیدی از آبروریزی بود. با پیروزی مقاومت ایران و پاره پاره شدن لیست تروریستی، آخوندا و اعوان انصارشون هم دارن خودشون رو جر و واجر میکنن. حمایت آشکارای آمریکا از تروریسم سازمان یافته. دفتر نخست وزیری عراق با صدور اطلاعیه اعلام کرد این گروه در اعمال تروریستی علیه مردم عراق نقش داشتند. روزنامه‌های آمریکایی فاش کردند هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای محرمانه به کنگره خواستار خروج نام گروهک منافقین از لیست سازمان‌های تروریستی شده است. دولت عراق تلاش آمریکا را برای خروج منافقین از فهرست تروریستان محکوم کرد. ادعای 10 ساله مبارزه با تروریسم و حالا قرار گرفتن در کنار تروریست ها. وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای از کنگره این کشور خواست نام گروهک منافقین را از فهرست تروریست ها خارج کند. دولت انگلیس از فهرست تروریستی خارج کردن و حالا آمریکا هم در همین مسیر قدم گذاشته. این وسط بسی جای کرواتی و پاسدارای راه دور رژیم هم بدجوری دچار سوختگی شدن. این جک و جونورا که سرجم اسمشون رو گذاشتن نایاک یا همون ناپاک، در تب و لرز ناشی از این خبر گفتن مجاهدین قبلا با مغز متفکر اولیه حمله به مرکز تجارت بین‌المللی در نیویورک همکاری کردند. بعد هم گفتن خارج کردن نام مجاهدین از لیست نتایج مضری برای اپوزیسیون مشروع داخل ایران خواهد داشت. یعنی دلواپس اپوزیسیون مشروع هستند. البته منظورشون اینه که نونشون آجر میشه. آخه قبلش بله. شما چه دستمزدی دریافت کردید از آقای بیژن خواجه‌پور؟ دفعی یعنی چی؟ یعنی پول گرفتید؟ واسه هر رپورت این فکر میکنم $300 میگرفتم. اینم زمانی بود که من 26 27 سال $300 میگرفتین؟ واسه هر رپورتی. آره. صحبت دریافت یه مبلغی حدود $250,000 پوله. بله. حدود $250,000. بله. توی پارک ژوراسیک دشمنای وحشی شده مردم ایران یه گوریل انگوری هست که مثل آفتاب پرسته. بسته به شرایطی که توش قرار بگیره رنگ عوض میکنه. مثلا اینجا به اسم کارشناس مسائل آمریکا آوردنش. این یارو که از چرک‌نویس‌های سعید امامی حساب میشه، مثل اون بعد از اومدن از خارج رفت تو دم و دستگاه سرکوب و جاسوسی. البته سعید امامی تا بیت ولایت رسید، ولی این بابا هنوز تو پاگرد نظام دست و پا میزنه و برای رفت و رو به این جور وضعیت‌ها ولش میکنن جلو دوربین. نه تنها دولت آمریکا داره به گروهک منافقین سال‌هاست کمک میکنه که ما در این حد خبر داشتیم که بخشی از گروهک منافقین رو در ایالت نوادای آمریکایی دارن آموزش میدن. دولت آمریکا داره کشورهای دیگر هم تشویق میکنه برای کمک به منافقین. خبرهایی منتشر شده که قرار اینها منتقل بشن به نقطه‌ای در نزدیکی مرز ایران. توی توبره ولی فقیه موجودات غیر فارسی زبون هم پیدا میشن. مثلا یکی از مشاورای مالکی پسرخونده خامنه‌ای گفته عراق و جمهوری اسلامی ایران باید از این گروهک تروریستی در سازمان ملل و جنبش عدم تعهد شکایت کنند. البته برگزاری اجلاس اخیر عدم تعهد توی تهران بدون حضور اکثریت سران کشورها خوب نشون داد که غیر متحدا چقدر برای نظام آخوندها تره خورد میکنن. شاید منظور این یارو بعضی از کارشناسای وابسته به این جریان بوده، مثل این یکی. از پاسخگویی به چالش‌های نگون جهانی قاصر می‌باشد. منازعات داخلی و بین المللی. این هفته محمود چوخان راهی نیویورک شد. رئیس جمهور ندید بدید نظام
که فرق بین سفر دیپلماتیک به سازمان ملل با به آب انداختن کشتی نوح رو نمیدونه، فکر میکرد هر چند نفر تو هواپیما جا بشن باید بار بزنه و ببره. از لیست 160 نفره اره و اوره و قده و قده 20 نفرشون از جمله 2 تا وزیر که اصلا ویزا نگرفتن و با خفت و خواری برگشتن. هنوز هم کسی سر در نیاورد که ربط ابوالحسن فقیه رئیس هلال احمر یا حمید بقایی یا کسی که پارسال 2 روز معاون وزیر خارجه بود به مجمع عمومی سازمان ملل چیه؟ برای باد زدن پیشاپیش فک زدن‌های احمدی نژاد تو نیویورک، تیوی ریش یه فکر بکر اقتصادی کرد. از اونجا که آورد و برد این یارو گوری لنگوری به ساختمون تلویزیون زحمت زیادی داره، گفتن حالا که تا اینجا آوردیمش، خب چند تا برنامه باهاش ضبط کنیم. بنابراین قلش دادن تو استودیو خبر. به جای کارشناس مسائل امریکا اسمش رو هم گذاشتن کارشناس روابط بین المللی. یه عنوان دکترم انداختن جلو اسمش، چون تو نظام از علف خرس هم ارزون تره. بعدش هم گفتن برای باز کردن پیچ خالی بندی از صحبت‌های خود محمود چاخان ایده بگیر. ما سفر خواهیم کرد به سازمان ملل و موازین رو درباره مسائل مهم بین الملل، مدیریت جهانی و کارهایی که باید انجام بشه اعلام خواهیم کرد. باید تلاش کنیم مناسبات جهانی هم اصلاح بشه، تصویر آینده رو به روشنی در برابر جامعه بشری قرار بدیم. بخش مهمتر همون بحث دیپلماسی عمومی هستش که آقای احمدی نژاد در این چند روز انجام میدن. یک سری حرفای جمهوری اسلامی میزنه که معمولا کشورهای دیگه به اون معتقد هستن، منتها به خاطر رودربایستی که با آمریکا دارن خیلی وقتا این حرفایی رو که بعضا خیلیشون باور دارن اینها نمیتونن به صراحت بیان بکنن. و نقشی که ایران بازی میکنه در حقیقت یک تریبونی هستش برای مردم دنیا. خالی نبر، برو خالی نبر، دکون باز کردی. و به همین دلیل هم هستش که تاثیرگذاریش زیاده. ولی این حرفا از تیوی ریش اون طرفتر نمیتونست بره. رویتر از مقر ملل متحد گزارش داد که دبیرکل سازمان ملل در ملاقات با احمدی نژاد در رابطه با لفاظی‌های فتنه‌انگیز به وی هشدار داد. به زبون ساده یعنی بهش گفت اوهوی، حرف دهنت رو بفهم، گاله دهنت رو باز نکنی بریزی تو سازمان ملل. سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید هم گفت احمدی نژاد چیزهای احمقانه، مهاجم و نامفهوم را به طور منظم میگوید. این از داخل ساختمان سازمان ملل. وقتی احمدی نژاد میخواست پاشو از ساختمان بذاره بیرون هم مثل همیشه با هموطنان شریف خارج کشوری مواجه میشه که 24 ساعته تو صحنه بودن و حسابی چوتش رو میپروندن. تازه اینها همش دستگرمی بود برای تظاهرات عظیم چهارشنبه که صداش تا بیت ولی فقیه رسید. حضور تعداد کمی از منافقین مقابل محل اقامت آقای احمدی نژاد هم از حاشیه‌های این سفر بود. البته تو گزارش 1 دقیقه‌ای فاتی کماندوی راستگو و خوش صدای تلویزیون پشم و شیشه 2 تا چیز کوچولو سانسور شده بود. یکی این عکس بود که هر کاری کرده بود از یه زاویه‌ای بگیره که چیزی تو تصویرش مشخص نشه موفق نشده بود. یکی هم پاسخی که هموطنانمون به خود همین بسیجی و همپالگی‌هاش دادن.